سلام علیکم. در بیرون آوازه شده است که کرونا ویروس به تاجیکستان آمده است. آیا این راست است؟ دروغه. مردم طلباتشون به خریدن ماسک چگونه است؟ واهمه پروسه هیچ چیز نه. خیلی گرفتار است هیچ واهمه پروسه. اما مردم میگن که ماسک برای خریداری نمیوان، یعنی که این کم شده است. برای گریپ هیچ کردن هیچ چیز نداره. احتیاط کردن خودش برای گریپ هیچ چیز نداره. زیاد نیست. ها؟ پوره همه جدا پوره همه گپ دروغه. گپ دروغه هو هست. نرخ نقاب چند بود؟ نرخ نقاب یک سوم یک نیم سوم تو دو سوم. اما مردم میگن که نقاب نرخش خیلی بلند شده است. خیلی بلند، فقط همین دروغ گفته آورد بلند کردم مردم. ها؟ پاراستامول 80 درم 70 درم یک سوم. تمام. یعنی که مردم شما گفتن که نرخ خیلی باشه هم خیلی ایستاد نرخ ما. شما با مردم چی گفتن؟ یعنی که این آوازه دروغ است. دروغ است. میتونید با ما 4 نقاب فروش ها. بده 4 تا نقاب. تمام. یک نیم. 6 تا میشه 5 سامان تیتان شما. چند پیش از داروخانه گرند نقاب حفظ کننده خریدیم که آنها نرخنامه را 1 سامان و 50 درم گفتند، اما در نوار مخفی باشد نرخنامه به 2 سامان و 50 درم میرسد. ماسک چند سوم است؟